26 دکامبر در پی قتل یک ساکن منطقه انوبه ولایت پنجشیر، ده نفر از ساکنان این ولایت تابوت آن جوان کشته شده در روی دستانشان اول در انوبه تظاهرات کرده و سپس با طلب پیدا کردن و به جوابگری کشاندن عاملان این ساکن 24 ساله انوبه در نزد بنای دفتر والی پنجشیر در شهرک بهارک گردی هم آمدند. خبرگزاری اموچ نیوز که خبرنگارش از محله تظاهرات چند ویدیو نشر کرد خبر داد که اعتراضگران با ندای مرگ به طالبان، مرگ به زرخریدان پاکستان و زنده باد احمد مسعود شعار می‌زدند. حمید خراسانی فرمانده امنیت ولایت پنجشیر به نزد تظاهرگران برآمده وعده داده است که قضیه مرگ این ساکن انوبه که گفته می شود نظیر نام داشته است تحقیق خواهد شد، ولی تظاهرگران حمید خراسانی را که خود از اهل پنجشیر است ولی از طالبان پشتیبانی میکند با شعار مرگ به خائنان پیشواز گرفتند. در آخرین ویدیو اموچ نیوز که از محله تظاهرات دیده می شود که بهارک را الکی پرده تاریکی شب پوشانیده است ولی تظاهرات همچنان ادامه دارد. پنجشیر آخرین ولایت افغانستان بود که مرکزش با مناطق وادی این ولایت تنها در اول ماه سپتامبر به دست حرکت تندرو طالبان سقوط کرد. 33 ولایت دیگر افغانستان را جنگجویان طالبان در پس منظر خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا و ناتو هنوز در نیمه اول ماه آگوست در بین همگی 10 روز تصرف کردند. اعتراض روز 26 دکامبر نخستین اعتراض مردمی در پنجشیر به ضد سلطه طالبان است. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود که مهره اساسیش را پنجشیریا تشکیل میدهند در دره‌های کوهستانی این ولایت سنگر گرفته به مقاومت مسلحانه به ضد طالبان ادامه میدهند، ولی ساکنان اسوشته بار اول به ضد طالبان به میدان ریختند.